دوم مهر ماه 1404 روز ملی غار پاک به همراه دوستداران محیط زیست امروز اومدیم و در محل غار سید عیسی در شهرستان فارسان جهت پاکسازی غار اقدام شد. الان میخوام یه خورده از زیبایی های غار به شما عزیزان نشون بدم. محیطش خیلی کفش پستی و بلندی داره و تاریک. چشمه های داخل غار هست. این هم دوستداران محیط زیستن، همکارای عزیزمون که زحمت کشیدن و تو بحث پاکسازی کمک کردن. دهلیزای بزرگی داره غار که همینجور که میبینید هی محیط تاریکتر و تاریکتر و تنگتر و میشه که اینجا دیگه در واقع اصلا دید خیلی کم میشه. اینجا تو فصل بهار آب از اینجا میزنه و میاد بیرون. این سقف غار استالاگمیت و استالاکتیک. کف غار خیلی لیزه و اینجا دیگه خیس و گلالود. سقف ها میبینید که قندیل های قشنگی داره و اینم که اینجا دیگه اینقدی گل هست که حرکت رو سخت میکنه. زنده باشید. خیلی برنامه جذاب و خوبی بود. با آرزوی سلامت و موفقیت در همه عزیزان.